راستی باز چی کردی؟ امت رو برام پیدا کردی یا نه؟ حالا در هر دکان که میرم هیچ نیست. در هر دکان در مارکت هم که میرم نیست. چطور نیست؟ کل دنیا هست ما هر وقت از این مارکت ها میخریم. درست نبود. رقم خندید میگیره چرا؟ نه والا نه. خب مادر چطوره خوبه؟ خوبه شکر خوب است حالا. یک اویام هست منال اگر خواهداری هم کنم پدر چون چیز نگوی مادر چیز نگوی. چی میکنی دختر؟ هیچ یه نوری جمع میکنم مادر. خب کدی که پیشتر گفت میزدی مادر؟ بچه من امی زن کاکای زنگ زده بود کت از او گفت میزد بیخی کت از اما ما بیخی ده بینی رسیدیم ایران ماندیم که چی کنم. چی میگفت مادر؟ از بدی امی سلما خورد گفت میزد بیخی سرم درد گرفت. باز موضوع خواستگاری رو پیش کتت من. از هم موضوع خواستگاری بود. میگه بودم دختر ده بچه این بتیم. حالا با کمی نام شوهرم میگیرم خورد قط در زمین میزنه خدا. نمیفهم که چی کنم. میگه من نمیگیرم شوهر. از نام مرد طایفه نفرت کرده بیخی. خب مادر سیاست است که با یک حساب اگه شوهرم کنه دقیقم است اگه نکنم دقیقم است جنجال است. اینا اگه شوهر نکنه کل مردم میگه چرا شوهر نمیکنه؟ چی عیب داره؟ هزار رقم گپ خدا نکنه هیچ عیب نداره بچیم. عالمه که خمام میگم سیاست است. این اون وقتش است که شوی کنه خوب است پشت وقت خود بره خوب است. مادر ما خب هر صورت مادر تو دیگه جن کاکای بسیار رقم چی است؟ معلوم میشه بسیار جنگل است. خود نشی؟ حالا تو خب مرا دوست داری ایمان تیرا دوست دارم. ایمان فامیل تا چرا رقم کنیم که راضی شه؟ خیر او راضی میشه بس اگه ما بودم شاید راضی شه دیگه. خواست؟ ایسو؟ خیلی کار میکنیم خدا کنم. تو گفته نکو عطر چی داری راستی؟ عجیب بود. چرا نیفتی؟ پیدا نشد. تو نمیشه البته حالا این پیدا نشه بازار از کجا بر پیدا کنم بگو. پیدا کنه در جای. از کجا کنم؟ باز میگم که دوست دارم. من چه قسم دوستم داری؟ حالا باشه صدقه سر. کل دنیا صدقه سر. خانه از اگه چطور کنم من؟ خب خیر بودم شکر. تو سالان هم تو دنیا چی شک میگیری خونه است که باشه خب میارم برات دیگه. خب چی بچه ماماین باشه یا یک بچه خوب دیگه باشه تحصیل کرده باشه یک زندگی خوب داشته باشه حداقل قبول کنه مادر. حالا هیچ مشکل نیست. هر کسی که باشه این نمیگیره قبول نمیکنه بچم. به خاطر از خورد بسیار زجرا را کشیده. بسیار تکلیف ها را کشیده. ازم خورترکی دختر که میبینم بسیار تکلیف ها را کشیده. میفهمم مادر کل مسئولیت خانه در گردن از امو بیچاره است. زیاد جنجال داره. حداقل یکم به خود خوب فکر کنه. من و دخترم من درک میکنم بچم. من میفهم سن چشمای از که میبینم اما چشماش کمی سن شما دور میخوره سن ما دور میخوره سن خانه او گپ داره دلش هزار یک رقم گپ میگرده که نمیگیرم ما سرش فشار آورده نمیتونم سرش بچه که تو بگه میشویه که نمیگیره چی کنم دیگه. خب اینا رو زن کاکایم خفه میشه. حالا من چطور که خفه میشه؟ حالا دختر که نگیره ما بزور دختر بتم. خب برش چی گفتی؟ جوابش چی گفتی؟ گفتی دخترم نمیگیره؟ نه من هیچی تو گپ ندارم. گفتم خوب گفتم زن ورجان چیزی که قسمتش هست نفسه جان گفتم ببینیم که قسمت چی میکنه. دل از اورم نرنجاندم. خوب کردی اینا خفه میشه هزار رقم گپ دیگه جور میکنه خوش خو میفهمی چی گپ جور میکنه. دخترم هست مالم میگه دبرم عقلم دسرم که نمیگیره زور خو نیست. هر روز ازی بیار فامیلتم کتم خوش نیست. چند بار می خورم گفتیم امروز لوچک استاد نشو باز این بسای که رفته امروز قصه داره. تو به خدا خواستگاری دوان کنم یک فامیلت ما چون میتا نمیتا ایران ماندیم که چی کنم. اصلا بیا یک دفعه خانه کارت دارم. خور سعید میم جان ما برم دیگه خورم متا برو تیز برم این مزایم ناق خیر پیدا میشه دکترم دیوانه یه دفعه مزایم میشه ما چون کتیزی چی کنم. ما تو رو چند بار گفتیم امروز بچه نبینمت. خب یک چیز کار داشتم برش گفتم که برام از امو بیاره. میبینی که من هر دفعه از وظیفه میام در سر کوچه لوچکا و ریشیشته یک لوچک است همیشه سیگرت میزنه. تو امروز چرا هر وقت استاد میشی؟ نیست خوار بچه خوب است. بچه خوب است تو ندیدی؟ من هر وقت میبینم در پشت کوچه استاد میشه که تندیاره لوچک خود سیگرت میزنه خدا هزار کار دیگه میکنه. بچه ما پیشریم ندیم بچه خوب. خب پیشری تو میای سیگرت میکشه؟ خب حال میگم ما دوست دارم مال چی کنم؟ دوست دارم چرا؟
هم تک بچه لوچک دوست داشته باشی؟ مسئول که دختر چی کرده؟ همین خدا را نمیفهم که میان چیزی میخونن که میارن میمونن که با مرد میکنن نمیمونن بر من. شکر نان موندیم که چی کنم؟ نان 5 دقیقه نزنم خب من مریض میشم. کجا موندیدم بچه؟ باشه سری فرش نمونده باشه که یگان اینجا میکنه سری. ایوالا اینجا نیست. خدا چی کنم؟ وی دختر دست تو دختر خود دیوانه میشم. دیوانه شده. او خدا کجا هست؟ نال من نمیفهم که کجا موند چی شد؟ اوف کلیم خب بیخی گند شد. کجا موندیم خودم؟ جیبم هم دیگه جیبم ندارم. خب کجا رو بپالم دیگه؟ زیرا تو شک بود پالیدم. دیگه کجا رو بپالم؟ مریم؟ بود دختر کجا کنستی؟ یه ظرفم اشتم چرا؟ چی که دوای من؟ کدام دوای تا پرستامون میگی؟ اوف پرستامون میگی؟ پرستامون سر دبخ دوای من کجا که دوای من کجا موندی؟ کدام دوای؟ مادر خالتی دوای اون جوزان از بیارم. میفهمی که ما پدر نداریم میخوای که تو به عزت شوی. نه بچه که کار مثل چاخت دایی فکر نخواد باشه. بچه همیت است. این چیش غلط کردی؟ از دست که چی است؟ بعد از اونجا مادرم خبر شد چی میگه؟ من بیچاره مادرم چقدر آزار میتین شما. من همیشه کوشش میکنم که به شما نان بیارم، هر چیزی براتون مهیا کنم، بازم شما پیش از بچه هستین. باز یک بچه خوب میبود میگفتی برو خیره. خود تو نمیشناسیش بچه خوب از یا بچه همه مام است. بس تو کده من خوب میشناسمش. آره سعید مادر رقم است که بچهش خوب بچه خوبه. مادرش همون بچه. باز بچهش از او کده بدتر است. همیشه در پشت کوچه تو نیدی من میبینمش. بینه گپم گوش نمیکنه میره. تو به خدا. حتما دخترم خودش چیزی را میفهمه که نمیگیرن. میگه با نمی خوارای من میگه من کلام کنم زحمت بکشم خوارای من به ثمر برسانم. مادر تا که تو زنده هستی من شوی نمیکنم. خوراکم زیاد درس خوانده زیاد زحمت کشیده قسم خونه میشه که یک آدم بی سواد بگیره یک آدم که صحیح زندگی نداشته باشه بگیره. و علیکم دخترم آمدی بچه؟ بیا بچه. چی کردی بچه؟ هیچ دیگه. خونه خوردی دخترم؟ بچه های بیا. نه نمیخوام چون. خود دخترکم زیاد درس خوانده زیاد زحمت کشیده قسم خونه میشه که یک آدم. چطور بودی امروز؟ خوب است. خوب بود. چرا تو پریشان هستی بچه؟ چونجا کار بیرون تا یک رقم خستیم کرده بود. بازی داخل آمدم. آسینا تمرای بچه همین بود. داری حالا خیر است بچه؟ مادر جان سعید خیره گپ بزنن بچه همین است ولی او بچه همه یک رقم دیگه است. آره چه رقم از بچه همیت از بیگانه نیست با دیگه اول نیستیم. مادر جان بچه همین مام است. سعید مثل خوار بیادر نیستن. او بچه یک لوچک است. من میشه وقت از کوچه تیر میشم میبینم که دیواله لوچک خوشش دست سیگرت میزنه هزار کسب کار دیگه میکنن. زون دختر رو طرف و پر زبری طرف همین کارا بد است. باز میاسینا چرا که از اون اردقل گپ میزنن؟ بچه نخاطر باشه. مادر جان با چشمای خود دیدم میگم مردم اینجا قصه کنی داشتن. من چرا در وقت گوش گرفتن میشم بخی. خب قصه میکنن بچه در خانه میان گپ میزنن. سعید مادر جان بچه همین از قصه خود کنن ولی هر دقیقه خونه میشه. شاید تو غلط درک کرده باشی. من دیدم با چشمای خود دیدم با گوشه خود شنیدم مردوش قصه داشتن. خدا دیگه قصه چی بود مرد که میبینیم شون با اسناد میگم نگردم روز بچه نشینه طرف نرو ولی نمیم خود دختر است ما هم دختر هستم اما بچه همین اردی ماست. دیگه بتام خوب گپ از گپ صحیح میزنی بچه. خب بازم آسنات گرفتم یاردی؟ آسنات رو نداریست. نسوار ما میگم نسوار تا اون طرف انداختم. چی میکنی نسوار؟ چی؟ او انداختی؟ اون خنق از جیر خونه که کنس گولستم با خودم جمعت زوف میکنم از بدوی خود. هیداش که هرچی کنی. بود دختر از آن مخرم نکنی. گفتم که از آن مخرم نکن بیا نسوار ما بیا که نمی نباشه. من هیچ زندگی ندارم. چپن میشم زوف تو بیال میشم گفتم در شفاخانه دکتر میکشه فشار عصبیم بالا میره. بیا نسوار ما پیدا کجا موندی؟ نیست نسوار نیست دیگه نزنم نسوار. هر طرف اولی رو بری که ساوز میزنه فقط مرغ گو کرده باشه. برای کم شبره نسوار رو پیدا کن اگر تو هم کدام دان میزنی که مزه شب بفهمی پیدا کن. دخترای مامان چی خواد بگه من روز منو میبینه خنده میکنه سرم. بله این پس دختری مامایت هم از تو هم
نسوار رو پیدا کن. کسی رو نمونه کجا موندی؟ تو بخدایا برو رشخن. رشخن چی رشخن؟ همه است بزن تو. نه من نمیزنم. بعد از این کار خوب نیستم. ما در بین یک اولی هستیم که اونا. بعدیجا کجاش است؟ تو من بگو تو. بعدیجا کجاش؟ مادر از رو سعی کن. مادر. من به مادر از برو چی؟ ظرف بوشی من کن. من به مادر از چی؟ مرا چی بگو تو؟ تو که همین نسوار تا اونجا توف کنی و دختر از سلما خنده میکنه. دختر کی؟ مادرش. بار که خنده کنم مادر از رو چندم. پیش من معلوم است جلسه سوانش تشویش نکن. قسم کرد مادر؟ چرا مادر چی میگفتی؟ تو بیا اینجا بشین. چیزا که شده بود بیرون. حالی خور چی میگه؟ میگه 24 ساعت که من میبینم یک کدام بچه همه میگه گپ میزنه. چی میگه کت بچه همه؟ مادر بچه امیم از بیگانه خونه. حالی راست میگه. بچه همه خواست. حال خب بچه خواست. مجرد خواست. یک نه عطر کار داشتم گفتم باش تا خودم برم او رو بگویم بیارم. حال بر تو چی که او عطر از او میخوای؟ حال خور کاری توست که عطر بات بر با من میگفتی خور جان. ما برات میآورد من با عطر. دیقدر پیش نرو کتش گپ نزن بچه راست میگه. خوب است بد نیست هر چیز کار داشته باش میگه بگو ما بعد میارم. تو خودت خوب دختر هستی او بچه را خوب فکر میکنی. نکنین اما تو ما خمور دیدیم شما فقط داخلش میبینین که هم تو از بیرون یک ذره خدا لوکس میکنه یک ذره پاک میکنه میگه بهترین بچه دنیا اینا نیست. تو چی میشناسیش که میگه ما در مکس میگه درباره ما؟ بیخی عزیزتان سردرد شده من میفهمم عزیزتان دیوانه میشم. دخترم بلی از خدا دیگه پشت بچه رو ایلا کو. کت بچه همه دیگه گپ نزن. پشتش نگرفتیم خوب یک چیز کار داشتیم بچه همین میگه. حالا بر از چی که تو از اون میگو چی کاره که تو از اون عطر میخوایی؟ خیلی نمیه عطر که خواستی سبار دیگه چیز میخوایی. سبار زونو یک چیز دیگه برات میاد. بر تین قنام بعد پشتت میکشه میفهمی؟ هنوز خود تو نمیفهمی خورد هستی ما و مادر به خوبیت میگیم. حالا تو شاید فکر دیگه نبینم. بعدیت میگم خب ما به خوبیت میگم مو بچه چندان بچه نیست ناق عزت آبروی ما رو میبره. تا امروزی روز ما عزت خود نگاه کردیم. البته چی کردیم؟ کدام چیز بس صحیح چیزی نکردی از این به خودم نکو. حالا می چیزی که خور کلانت میگونم تو حالا می خور تبی یعنی میشه 24 ساعت در خانه همراه ماست. یعنی یک گوشه خانه رو میره پاک میکنه دیگه گوشه خانه رو میره پاک میکنه. از خور یک در کار بار یک دیگه بچه خداوند مقبولی دادید قد دادید قواره دادید دیگه عقل خدا چرا ندادید؟ بیخی مغزم به خدا گنده میشه دیگه. دختر به خطاب خیلی باش مبرم چپنی خدا بدل کن. فهمیدی دختر دیگه فکر طبیعی دی. تو بیشی؟ آل با ما خوب بگو چیه پس بینتان؟ ولی هیچ گپ نیست خوب یک دونه عطر ریش خواستم گفتم برای عطر بیار. برو پیشم بیا مادر جان خودت تا میگه. خب بگو من چی کنم؟ مادر جان الان ما گفتم این دختر خورد است نمیفهمم قدر. ما بسته روز میفهمی که در کارم مصروف هستیم شفاخانه میرم اونجا مریض دارم یک رقم تو گد و ود از کارهای من میگم متوجه از این باشی ما 24 ساعت نیستیم در خانه که متوجه ازی باشم میفهمم که اگه دفعه نصیحت کنم باز میره کمی اگه من خوش هستم اگه بگم میگه نه ایکت مزد داره اگه خودت بگی میفهمم میگه برو مادرم به خوبی میگه ولی ما چقدر بگم اون نمیفهمم خورد است میگه من خوارم بعد زد ما است که تو اگه بگی باز خوب است شاید بفهمه دیگه نره ولی امروز ممکن نصیحت کنی باز که باز میره بد کنه دیگه این دفعه من دیگه در تعقیبش میباشم بچه تو تشویش نکن دیگه من از زیر کنترل خود میگرفتم مگه من از گپ خبر نداشتم بچه مادر جان من 1000 دفعه دیده بودم بازم گفتم برو خیره ای بار میوام مادرم نمیگم اشتوک است که خورد است که تو آخر دیدم که دیگه بخی هر دفعه که من میگم واسه میبینم موج استاد است نه خوب گپ زدی من حالا دیگه در کنترلش میباشم بچه نمیمانمش که دیگه برای بیرو کت از گپ دیگه چی کار داره که میره کت از اون گپ میزن راستیم با فهمیدم دیگه دم گپ که گفتی من رسیدم دیگه برخیم ایمین اصلا میکنه باشه جان مادر خود بیخی اصلا ما خراب نشه ما گنگس و گول میشم ایمین اصلا که مرا خوب میسازه این میفهم که ایمین اصلا می قصه کیفیت هم نداره اول یک چند دفعه پیش یک بار مرده بودی از ماشین کجا رده بودی اقا خوبش بود که نیت دار نیزده بودم حتی دیگه خمار می بودم اجیال چندم خوبش نیزده خب بازم خیرت مشکو اکتمیان گذارم چون نمیری بدل خود هستی که نمیرم با خدا نگم دل گرده رید کنم نمیری نمیرم بدل جا کجایش هست هر کس همش تو بزن تو بگیم چی شد
که نمیزی دیگه من بابا من نسوار خدا بزنم با خدا تو نسوار یک مزه میته باشیم که مزه شدن سیری نمیکنم هی چی نسوار خدا با خدا تو مزه میته که می نسوار میزنی دیگه سری می خیلی کیف میکنه آدم که پشتی آرم تو بانی کیف میکنه که یا خدا باش دیگه اما خو میگه هر دقیقه شما گپ میزنیم نمیزنیم نگاه نخ میزنیم او شیطان است من غریب آدم شیطانی میتونه اما تو خمروز هستیم تو چرا با من نگفتی؟ اردومو میرفتیم مارکت میخریدیم گفتیم تا خودم برم دیر میشه کجا من مادر میمونه او خب بچه هر دقیقه میره کوچه و یا گفتم باشو بگویم بزید فی شیطان پیدا خود تو خوب میفهمی که ما پدر نداریم بیادر نداریم اینا مردم پشت مازار رقم گپ جور میکنه تو خوب میفهمی مردم خود داخل اولی ما نیست که ببینم چی میکنم خود رفتم یک دونه هتر گفتم اون روزا گفتم برم بیار پرسان کنم گفتم ما رو میبینم وقتی که شیطان مادم شیطان خو خیلی دیگه کش سر کار نداشته باش خود مادرمون به خوبیت میگه خوارمون به خوبیت میگه میکدم جنجال نخیزه ولی من خود چیز نرفتم دیگه چیز که برام پیسه بده یا پرسان کنم چیز بری یک دونه هتر خواستم اون هم خوده چند دفعه اونم تعقیبت کرده سلما دیدی تا که قسم گپا میزنه من خود بگویم شیطان دیگه چی کار نداره این وظیفه بیه غیر اولو این ترکایی که چشمه خود لپاله سیز دیگه سرش غرض نگیری قیزو بچه فهمیدی؟ دیگه هم میگه درنگ مم نمیشونه چندان ماشم کجای خوشت آمده که از رو میخوایی یه کار داشته باشم میگه من بگو اون روز رفت مولید جارو میکرد فرشی کار داشتی من بگو ما بعد میارم شما دختر هستیم در خانه بشینیم گفتم خود صحیح حتما تو رو بازی میده که یک اترک و یک دزبندک یک سوته میفهمانمشی بیعقل است نمیفهم که مغز از این مغز چی است چرا ایتر پشت از امور گرفته یک ذره کار خانه مصرفش کو اگه دیگه رقم نمیشه امور رقم میکنم تو یک کار میکنم آرزو خوب است یک ذره کار خانه رو میکنه مصروف از این کارا نمیباشه نه دیگه قناق بر از این کار میکشم که مصروف کار باشه باشیم خیر تو تشویش نکن تو متوجه ساعت خودت باش دخترم یکی من نمیفهم که چرا رقم بر بگویم دخترم چرا ما بچه‌م زن کاکای زنگ زده دیوانه کرده به خاطر چی به خاطر خودت دخترم میگه که برای بچه‌م بده مادر بازم گپا رو شروع کردی خب من 1000 دفعه گفتم که من نمیخوایم همین که زنگ زد بگو نه قطع کو یک زن کاکای مثل یک سلام علیک خلاص دیگه هر دقیقه زنگ میزنن و این گپا بگو نیست خلاص است دخترم نمیگیره من چطور کنم دیگه چی بگویم برای از مادر جان بگویشان قسمی که بگو حالا چی بگیم ما بر تو خب من با 1000 دفعه گفتم که من تا وقتی که زنده هستم امرای خودت میباشم من دیگه جای نمیرم بچه من از خاطر میگم جوانی تا ناقکی چرا ضایع کنی نمیشه مادر جان نمیشه خدمت شما را کنم همین برای من خیلی زیاد است من نمیخوایم دیگه همین گپا رو بس کنین هر وقت زنگم زد تو ساده هستی فکر میکنی کسی نیستی نمیست خود دیگه شما او رنوز نمیشناسیم چقدر بچه خوب است آها دیگه خوبیش به تو رسیده با ما خو نرسیده شکر که داشت شما چیز خوردنی عادت و چیزا نه فهمون چرا بیاره ما که سر کار نداریم مثل بیادر ماست فقط یگان وقت که ضرورت میشه یا کدام کس کار باشه که ما از چیز میخوایم در غیر از هیچ کس ارتباط نداریم خیلی سعیست که بچه همین ماست چندان بچه نیست رفیقاش هم چندان آدم ها نیست خودش هم آدم صحیح باشه که آدم های صحیح میگرده صحیح است دیگه کتش کار ندارم مقامت من دیگه نداری طرف صحیح است وقتی بریم دو اتاق دیگه بریم کالبوس خواهد میشه نشه حالا با نمیشه بیا همیشه که زنگ زد فقط یک سلام علیکم خلاص او دختر ما از خاطر مادرت از خاطر ما زندگی خودت تباه میکنی نه خیر مادر جان زندگی شما خب بیاز خراب بود سابق حالا که یک ذره نو زندگی ما خوب میشه و این مشکلات که نه باز بخی انسان دیگه در جنجال خدا میمونه چی کنیم که از این رقم نفره و وقتی که اگه می سیست که اگه آرزوشان میخواین گپ نیست من نمیکنم ما همیشه گفتیم که از خودتان میباشم هر جای که بریم یکی نمی خانم سلما خو بخی بد خورده میگم یک کمه که دیگه ما کوشش میکنم که از این خانم جدا شویم از این بچه همیشان همین من بسیار اگزنه که یک رقم است میخوایم یا گوشت رو پر میکنن هر وقت نمیفهم بچه‌م دیگه بیا توکل به خدا کوشش خدا میکنیم کمی دالید جورو کنم یک دفعه ای خدا چی روز است اگه مادرم یک چیز میگم دهم حالا اگه بگویم دهم اگه نگویم دهم دختر آرست یک سرما خنده داره که مادر تو نسواریست مادر تو نسواریست سلام علیکم او بچه من نو جورو کردی میره دودش میره زنکو اینجا نزن ایش نزن چرا سیگرت میزنی
یعنی اسوار من فهمیدم گپای سابقش یادم میاد. نسوار کنم شم کل گپای یادم میاد. این اسوار که من زنده نگاه کردم برای متولید ساخته. کم دندانه من خراب کرده خو خیلی کم که دندان ساختگی با در خود میخوره. چیکار جوان خستم. او دخترم تفدانی ما بیار. خداگیری نمیدونم تفدانی ما خوب بیار. تفدانی ما نیک برداشتی چی برای؟ شما اسپرتم مشک. دادم سیکتف کنم. اسپرتم باز میگه دریاری من دوزی خمای بر دریاری پرتم دیگر. تو تفدانی من نمیری. او فینجان پرتی گرفتن. چی پدرستم با خدا. مجبور کجا برم تف کنم. نمیشه دین بغلات فش کنم. اینجا یک بار دختر پاک میده. اینه بود شد چی معلوم میشه. باکست. اصلا تخکر دیال حسابت مرمشت. ما چون که باشه که دیگه هیچ کس نبودیم شیطان خیلی پیدا میشه که من اجازه نمیدم خوار مسیر چیزی گفتم نمیتونم میدم آرزو بیا و جوش آمده بس کار دوست دار کار خود سر کار شده دکترت بیه شیطانی که داره بیه چایدم کنم چرا لبریک کشون دست مالی؟ دیگه چی چرا خواره؟ نه باشه قدر کار خیلی خوی کلان موسیقی یک دفعه کدید قار کرد یا یکان چیز گفت پس اون دیگه میه کت ما قار کنه اما ضرور نیست بغل میگیره کنه شیطانی بچه ما و امین با مادرم کنه مادر ما هر چیزی که فقط نشنیدی خیلی با خوبیت میگه با بدیت خونه میگه نه سوزانی که دواله کت چای فکر من نباید در بگیریم باش مجبور کل کار سرتون ما از خود میدرسیم سلما سفر نشه با او کار کل کار خانه رو سرتون میکنه باز ما یک چند رخصتی میگیم کجا میگی؟ کارسی میکنی چطور؟ سلمان تو کارسی نکنه از ما تو از خبر نیست بخیر چارسی نمیکنه او خود میگه شیطانی کنه شیطانی ما رو با مادرم او قسم خورده گفته مارسی نمیکنم او باید دارسی نکنه کار شیطانی دیگه چی کنه خورده خانه خسر نخواد در داد سنت قسم نگو ببین که مصرف خانه سر از امو جنجال خانه سر از امو حق داره کمک بالمقال هم میکنه غم بیرون بخوره غم خانه رو بخوره هزار رقم جنجال سرش اگر بجای از اون ممتون میبینید ما فقط میفهم کافه دیوانه شده ولی من چیز میگم بگویم بچه میگه چیز نگویم میگه مال تاوش کو همسایت دوز نگی دیگه من فکر خود بخوارت میگیرم بچه آماده جان فکر ما خود بخوارت میگیرم نمیمانم که دیگه از این دروازه پای خدا بیرو بانه فکر ما از خب بازم ما 24 ساعت در خانه باشم میفهمی که صبح میرم دیگر میایم از اون خاطر میگم متوجه باش یک ذره سر آیندهشان تاثیر میکنه ما خود دیگه چیز نمیخوایم ما تا روزی روز هر چه قشنگ میفهمیم بیادر نداریم پدر نداریم مادر جان عزت ما رو نگاه کردیم بازم بچیم خیر بینی خداوند همینطور کاش که عقل تو رو بر از ما میداد ما دیگه در کنترلش هستم نمیمانم که بی شرف سگ دیگه از پیش ما قدم مانه پشت آرزو را مندازم خودم در پشت هستم حق ناق بر از این کار میکشم که نه مجبور مثل اینمی پیرادار اردان دروازه بر از این بشینم مجبور هستیم تا وقتی که اسلام میشه که دستشوی هم برم پشت سرش برم نبانم دیگه تنهایی را میبینه که میاولی برای خوبی از 24 ساعت مبرای در کوچه ویاس میاولی که برای گیر میکنه بک یک ذره قصه کنه بد میکنی خب بر قصه یا نافهم و نادان با قصه به دنیا نوردیم با قصه کلام خو نکردیم ما جون یک ذره مصروف کار خانه کنی بازم یک ذره گوش پرک نمی باشه هر طرف نمیره درست آرزو ولی بگه یگان جای پاک و طرف مصروف کارا می باشه مقصدم قدفتری داشتم جان مادر خدا جان نباشه دخترم که من دیگه فهمون لگنی مادر گنگ سی گول دنیا خبر نه خیر مادر جان خیر باش بچه نزن اینجا اینا دودش میریزه و جارو هر کردیم چیز کار داری کار تا کن جارو کن مادرم هم شما کار داره در کالا پوشیدنم شما کار داره در خوراکم شما کار داره در خو کردنم شما کار داره حال پدرم خمود تا هست همون تو شد حال تو نزن مادرم اونجا نسوار میزنه میگم نزن بعد از همون دخترای مامان چی بگن میفهمیدم جاری تکا پشت من اگر چی میکنم چی نمیکنم جاری تکا چی بگیم دیگه بخی او بچه نکو اون دودش ریختک بخی از اینجا میم جاری تکا ایج نزن سیگرت جاری تکا در کار ما کار نکنم چی میکنم چی بگی خدا نمی هر چیزم تو کار داری نمی کالا پیشیدن تو کار داری در رفتن تو کار داری در شیشتن تو کار داری بخی در برو خوردن کار تو کن. کار داری
بچه هم میگه چرا چیز نگوی تو چرا قدر مقابل بچه هم یه قدر اساس شدی چرا چیزی بگوی بچاره چی کرده آمده بود که ما حتی بگیره پرسان میکرد ضرور بسته به شکل میکنه خود چی بگویم خیلی باشه بده مچم کدام کاسه از این کاسه است تو کدام فساد داری که قدر پشتی بچه هم را میکنی خب میفهمی درست بزودی خواهد فهمیدم تو خود نمیگی معلوم خواهد شد برو کنم که تو چای کدام خب میخوری باید بندازم؟ نه نمیخوام چای سی خوش نمید سبز بردن کنم بذاریت دم میکنی بخورم دم کردی که یک ذره حسابش آرام شود تو با ما بردی تا دم کردیم تو خورم است ما خورم است اگه ما کار نکنم که کار میکنم اونا او پشک آمد کار نترسی خورم استی باز دل من برد میتوزه اگه نه خورم اکس میگفتیم تا من ارسی بکی خب ما هیچ چیز نگفتیم تا مردی تا دوست دارم مردی تو خورم استی خیلی چی خود دستم ببریم تا الان پیاله کارم جمع کردن نتونستی ما فکر چی کنم حساب خراب بود سر سلما یک روز نشد بگویم بابام ظرفا رو من میشم تو نشد سلما بشده آلو کار میره خب اون زبان خیلی باز من صبح تا شام بیچاره از رقم مریض است خوراک کار میکنم پیچکاری میکنه نمیری پیچکاری میکنم در دوستش دیگه 24 شب چیشتن تو میتونی هم قرار کار کردن من مادرم سرم زیاد درس میکنم اون سرش زیاد درس کنم و زیاد خیلی زیادن سردی ما کوشش کرد ما تنبال بودیم یاد ندارم خب ما میگم یکسان پس ای بود خوندی دخترکاری کنم سعی کنی باز گناه در گردن سلما میندازی برو دیگم تو قدر من خورم چای یخ شدم برو در زیر کمپل بانی خب صحیح چیزی نکنم ما برم کنار باز میگه کار نکرد خواب لخور نمیدفن بخی برو کار کن روز نگاه سر کار است با خود زندگی میکنم یا با تو زندگی میکنم خب بخی دیگه از اینجا بخی که مجارو میکنم جوری تکو دختر کنم خیستم باز لغت مالت میکنم جوری تکو خدا چی بگوی شو آل بخی از اینجا که مجارو کنم اون دو زور ریختک برو سر کار برو یگان کار پیدا کو برد سیگرت زده شیشتی صاحب من خراب نکن دختر باز خیستم میزنم میتکدم یه هر چیز تو کار داری چرا خم آدم هستی تو برو طرف شو دیگه نه کدم سیگرت دیگری فهمیدم چشمایش سیگرت داخل نه اینجا را سوختاندی بخی کدمی دید سیگرت روز نداریم از شما اینجا ای خدا چی بگی یاره اوف خدا چقدر کار است که یکی هم نیزدش پیشی کنه جانم برآمد کار کرده الا رزو چای دم کو الا رزو دیگ پخته کو الا رزو ظرفا رو بوشم دیگه هست نیست ممکنه کمک شوم خیلی یک ظرفا رو بوشو ظرفا رو میشیم خیلی گفت دیگه بگویم بگو وقتا خوب بود امرای من دردی ها میکرد یا بخی دیگه کم شدیم آیا میکنم تو کجا کردی من راحت است خیالی وقتا خوشم میومدی کارتا میکنم ولی بخی کت از وار رفتی بخم پاکنده شدی از من خلاص کردی من خود تستم یا او تو چرا امید کت از او را از دل میکنی من کدام وقت دیدی که از او شیشته باشم گرزده باشم پیشرکا پشتیشه که او کجا راست میگه مردگی مادرم داده تو خواره خوردم استی ما تو 24 ساعت در خانه هستیم مگه نه اینال ظرفات هم میشه اینال غلط بشه تو را به خدا میاره بشوی هیچی من ندارم وقتا که بود کتم درد دل میگه بعد راز دل من میگم آل قصه من نیستی من خب ما از زمین خاطر از دور شدم هر چیز میخوری زار میکنی داشت بس خانه تنها مرشدان نمیکنی ما چی خوردیم تو من دیگه خوردم کچولو جوشک تو میخوردی تو با تو که خوش داری دارو خوش میگی من چاق میشم با شام میذاره خب میگی من دام سرما و نگاه میکنم چاق شا انی اون مادرم 2000 بشر چیز میخره تقویه میکریش کاریگر است ما خب او بیچاره کار میکنه زحمت میکشه کجا با فکر پیسه داره با پیسه نداره اصلا نمیکنه خودش افغانی میره چیزای خوبش میخره مادری خانه چیز پیدا نمیشه غیر کچالو آره تو نورش افغانی ندیدی نان پریزانه است کلش کو وقت کباب روز میخره پیتزا و چیزا میخره قدرش کم نیست خودت میفهمی مال میشه چیزش آره رو کدام خور کار میکنه علاقش است هم کار کنه پیسه خود بگیره فقط در خانه مصرف میکنه سه سر خودم آلانه کنه که با موتام بیارم اون خوش هستیم من مقصد کار نمیکنم مال خوشم نمی سر شیطان شدی سورو اصلا بیا گفتم ظرفا رو ببر بشوی لب بشویم الله من که دزیو چی کنم
اگر پشتی زیر کدم میگه از آسونات کردی، اگر زور کنم میگه از پشتی سلما را کردی. آخر من چی کنم به خدا؟ خدا یار هدایت نیکی بکنه میگم. بچیم که چیز گفتیم کار داشته باشم. تشنه که میرم کجا میری؟ اگر میشینم در خانه چرا شیشتی؟ بیرو میرم چرا بیرو رفتی؟ ما هیچ چیز نگفتیم. میاد شما کار داره؟ میگم شما رو صحیح نمیشناسم نازم بچه خوبه. تو مشناسی؟ حالا تو در کوچه رو دیدی که کدام تو دیدی در کوچه دیدی؟ تو دیدی ما دیدیم؟ خوار دیده؟ تو دیدی تعقیبش کردی؟ که از کمک شم خیر و دیگه خوبی از کمک نمیکنه 24 ساعت یا در موبایل مصروف می باشه یا میای که بچه ما گپ میزنه. تو در بیرو زحمت میکشی کار میکنی که دست ما به کس دراز نباشه.